چی شد؟ تمام حل کردیم گویه می شود. به کار می آید؟ می آید شما خواطر نشوید چون این کار را هم حل کردیم اکنون باید ما مسجد رو. نمی روید. چی خیلی؟ مرا تنها می گذارید؟ یکی رسم من کایهو برآمده باشد پلیس دستگیر کرده دستانم رو بسته برد؟ از برای خدا دیگر وهم نکنید خانم، لطفاً به من باور کنید. چون بس این چیزی گفته نمیتوانم، یگانه شخصی که دردم را گفته میتوانم تو هستی. نمی روید. خدا توبه باشکارا نمیگذارد که من به مسجد روم. ای سلین، کاش که تو نمی اومدی. نه نمی شود. برای لوین بسیار خواطر هستم. انا بر اومدم. اکای اون موضوع پیگیرش کنی. نه گفتی خوب شد. من هم همین خیل کردنی بدم. تشکری زیاده. سلامت باشید آقا. به خدا که آفرین. شما چقدر خوب کودکان را جسور کردید. من در اصل از سوزان دارو نمیترسم. معلوم است معلوم. از سبب پاس شدن فشارم از هوش رفتنم ممکن است. خیر التماس، من از سوزان دارو میترسم. اما پرسید که چرا میترسم؟ چرا؟ هنگام خرد بودنم در صفمون یک کودک با نام فردوس بود. این فردوس از هممون با قوت بود. در گشتیم همه ما رو مغلوب میکرد. یک روز باید از ام میگذاشتیم فردوس باشد. از همه پیش بر اومده گفتیم من اول ام میگذارم. از همه با قوتم اون فردوس است. خیرش هم این که چون فردوس از سوزان دارو بدنش درد گرفت چنان گریخت که بعد من فکر کردم که فردوس اینقدر با قوت از سوزان دارو اینقدر ترسد و تنش درد کند که میدوند از آن من چقدر درد میکند. از همون روز من میترسم. اما اکنون شما یک آدمی بزرگ شده اید. خانم بیتول، حالا هم از من رنجور استید؟ چرا خاموشید؟ یا اینکه مگر از دامولو زیادرو نگریزید؟ من نمیفهمم، یعنی شما برای یک دختر چرا از دامولو مسجد گریزید؟ آقای سمی، من از یگو کس نمیگریزم. علاوه بر این دامولوزیا رو این خیل پس زده در بارش گپ نزنید لطفا. شما مرا خطا فهمیدید. تمام، لطفا اکنون بیروید. خواهش میکنم. کسی مرحبا. تشکری زیاد. این دامولو چه قدر دارده؟ از این طرف بیام بازی نکن. مرکز، من سرکمیسرونال با جای حادثه گروه فرستید. فهمیدید؟ چی شده؟ این قرباقه تمام گفت؟ اکا چی خیلی که تو گفته بودی قوای برق رو پیوست کردم. اول مانند مرغ گردن بریده این خیلی جنبید. بعد کمتر از حرکت من شد. بعد چیکار کردم که شک شدم و بعد آزیستا با قوای برق عادت کرد. تو چی میگویی؟ لوین چی شد؟ این چور چشم رو کشتی مگر؟ مرا گوش کن. تو بر سر من چه بلایی را آوردی؟ های ابله، مگر پلیس را کشتی؟ قاتلی نابکار، هم این دنیا و هم آخرتم را سوزاندی.
چون را کشتی من هم تو را میکشم کلمات را عرضه کن. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله. سلام خدایا هزاران بار به تو شکر میگویم. سلام ادوات را گیر. حالا هم سلین گفته ایستاده است. ای ابله مگر تو به قدری در کاری خوبای برق پیوست نکردی؟ کنها من کمیسرونا اطرافت رو احاطه کرده. ما میدونیم که لوین در همانجاست. تسلیم شو. باز همینش نمیرسید. کنها این آخرین آگاهی به تو است. باز یکم دیوانگی نکن. لوین رو آزاد کن. تسلیم شو. اوی دیوانه رو دیوانگی نکن گفتی سودا. اکا بازاد خورد گذاری من. چکم زد و خورد؟ سلاحتان را اندازید. مگر با پلیس زد و خورد میکنم رفته تسلیم میشویم. سلام این قرباقه حالا هم سلین میگوید. حالا هم سلین میگوید. سلام من تو رو دوست میدارم. من هم سلین را دوست میدارم. من هم سلام دوست میدارم. چرا من نمون تو ها؟ در هر جایی نگاه کردم من هم او را میبینم. چرا تو را میخواهد و مرا نمیخواهد؟ مرا از سبب معیوب بودنم نمیخواهد. برای هم که من میرنگم. یا خدای هم آن کلتک الاس بیشرف برای مرا در این حال گذاشتنش باشد. آی کلتک الاس، آی کلتک الاس، دنیایم را تیره کردی. دنیایم را تیره کردی. تو را دستگیر کرده بدار میکشمت. هی کلی پیش درآید. رفتیم تسلیم میشویم. میرویم. مالش من میروم تو بازدید. چه خیلی ایست خانم زهرا شما کجا میآیید؟ روید من با مسجد میروم. من چه کار کنم؟ کلتکیلاس من بسیار میترسم. این خیلی نکنید. در همه جا کلتکیلاس نگوید. من دوملا زیو هستم. چه کار کنم؟ آمیخته کردم. در وقتی تنهایی کلتکیلاس هستی، در خانه و در مسجد دوملا زیو هستی. در حقیقت باشه احمد هستی. مگر یگان نام دیگر نداری که من ندارم؟ زوغی سیزو من تو رو دوست میدارم. اگر یگان نام دیگر باشه دانیسم میخواهم. نه نیست خانم زهرا همین قدر است. کمی قفا ایستی. قفا دستانتان رو برداره. دستا بالا سر. اینها را گیره. زود باشه. یک دقیقه ایستید. کمیسر بخیر است؟ لوین در داخل است ها؟ در اینجاست. در اینجا او را مهمانداری کردن. قدر صحبت کردیم. برای چی تو اینقدر آدمی پستی نمیشدنی هستی ها؟ خانم سلین اما لطفاً مگر این سخنان با شما زیبنده است؟ این خیل نکنید. روزی می شود که از این گفته هایتان پشیمان می شوید. لطفاً دل مرا رنجاند داخل. تو رو هم دلت رو هم. لوین آنها را با ماشین سوار کنید. بله. با این ماشین می رفته؟ کنها زود سوارشان میگویم. ای برادر ایستا و رفته ایستادم. من با مسجد میروم. اکنون در اینجا جدا میشویم. ای جون گویا که من بسیار میخواهم که با تو گشت گذار کنم. میترسم گفته ایستادم نمیفهمی. مگر من از برای اونی که از نه اونم از روی رسم مرا میشناسد گفته بسیار ترسیده ایستادم. من میگویم که ترسیدنتون لازم نیست. من مسئله رسمتون رو حل کردم. شما به کارخانه روید. نه با آفیس نروید. چرا؟ انا حالا عصبهایتان در جایش نیست. یعنی سلین در حال میفهمد. معلوم است که شما از پیش خودتان میگویید. چرا گویم آخر سفسطه نگو مگر من دیوانه هستم؟ خیر مالش خوبه شما به خریداری روید یا چی دانم به کاشانه حسن روید یا سرتون رو آرایش دهید. تو خودت به کاشانه حسن رو. من به مسجد میروم. چه خیلی کاشانه حسن. کاری من چی؟ لوین خوب هستی؟ لوین با تو چی کردن؟ لوین خوب هستی؟
ягон дард надорӣ? хуб ҳастӣ? селен این شمایید. خدای من مگر خواب است؟ اگر این خواب باشد 5 دقیقه دیگر بیدار شدن نمیخوام. التجا میکنم 5 دقیقه دیگر. لوین خواب ندیده ایستاده، من در همین جویم. خانم سلن ور گپ زده ایستاده است، اما من چیزی را نمیفهمم. خدایا او چی گفته ایستاده است؟ لوین در این جویم میگویم نمیفهمی، مرا نمیشنوی. یگون درد نداری، گرسنه نیستی، خلوب نخورده ایستاده ای. خانم سلن داخلا در خوابم ور گپ نزن. ایستا یک چهره زیبایت را ببینم. یعنی ور گپ زده ایستادم؟ خانم سلن یک دقیقه در حقیقت شما بودید، در حقیقت آمدید. یک روت که خانم سلن مرا در آغوش نگیرید که گریپ هستم، یکی گریپم نگذارد. اکا بیتول اکا خواهرکم جانم صدقه تو شوم، در بین همگان این خیل اکا نگوی. آخر میدونی کنعان دیوانه در اینجاست. میدونم اکا میدونم. نه آخر من عموما بسیار احتیاط هستم و حالا باشد یکی از دهانم برآمد. در اصل اکا گفته در بین آدمون داد گفتن میخواهم و اما من هم میخواهم بیتول، من هم میخواهم. نمیشود آخر. یک چیز پرسم، تو با خانم و برادر باره اینها هیچ گپ زده ای؟ نه اکا، تو خودت گفتی که به هیچ کسی چیز نگویم. اما میدونی برای دانستن حق دارد. مرا کلان کرده به من مادری کرد. مگر نمیدونم. با خدا که خدا از او راضی باشد، اما کمتر صبر میکنیم بیتول. حالا یعنی مبرا فهمد به سیوال میگوید، سیوال باشد به نمیک گوید، نمیک باشد آخر در گرد و اطراف کنعان گشت و گذار میکند. به سرمون بلا میشوند آخر. کمتر که دیگر انتظار شویم. راست میگویی. تو رو یافتم کن، دیگرش مهم نیست. عینا من باید به مسجد روم. میلش من هم به بیمارخانه رفته ایستادم. بیماری مرا انتظار است. خوب. بیتول، اون احمق سمی در اطرافت نمیگردد؟ احمق؟ یعنی احمق گفته نمودی پسری بد اخلاق گوییم؟ نه اکا نه، او مرا هیچ ناراحت نمیکند. خیر نباشد خواهرم. تا بازدید. بچه ها ایستید کنید، ایستید به محله آمدید. نه در اینجا من نباید نمودار شوم. من به این هم سراغش را به شما دادم. از این به بعد کار در گوده شماست، فهمیدید؟ اگه با دلپوری رفتن این کار رو بدتر حل میکنیم. کنی هنری شما رو یک بینم، هیلتون رو بکار برید. من رفتم. مرا گوش کن. اگر شکایت کنی خانم سلن رو زنده نمیگذاریم. ما به حبس میدرایم گفته خرسندی نکن. ما در بیرون آدمان زیاد داریم، فهمیدی؟ خوش کنی کمزم لوینت سردارم یگان گپ ندارم. لوینت این چه خیل گپ است؟ گپ زن حادثه چه خیل شد؟ یگان حادثه نیست سردارم. من یگان شکایت ندارم. چه خیل شکایت نداری؟ مگر این آدمان تو رو ندوزیدن؟ نه سردارم، مرا ندوزیدن. من خودم رفتم با کنعان معبد آمون کمتر صحبت کردیم. همش همین، یگان جای ویمش نیست. اوی چه خیل نیست؟ مگر ما به خلاص کردن تو نرفتیم؟ تشکری زیاد سردارم. آمدید سلامت بشود، اما آقای کنعان مرا ندوزید. در بین نافهمی شد. ای لوین مگر مرا مسخره میکنی؟ نه سردارم، استغفرالله. در بین یگان جنایت نشده است. من یگان شکایت ندارم.
روزی دومونو مایلش خداحافظ. استاد یک سوال دارم استاد. هجری هر دفعه سوال دارم گفته نهایی. میدونم که سوال میپرسی. آنها در آنجاست. غربی ها هجوم کنیم. ایست. در نزد مسجد نمی شود. از پسش رفته. در یکان جای مافی خوب لطو کوبش میکنیم. هر دویتان از پسش شوید. اکنون برو. شما از پسش شوید. استاد جان از این طرف رفته پیشگیرش میکنیم. رفتیم. جور چشم چی شد؟ چرا شکایت نکردی؟ تو مگر ترسیدی که تو رو میکشم؟ گوش کن آقای کلام. اگر با خانم سلین یکوچی شود این رو از تو میبینم و اون وقت هیچ کس تو رو از دستم خلاص کرده نمیتواند. این چهار چشمه چی میگوید؟ اکا من به این چهار چشمه گفتم که اگر شکایت کنی خانم سلین را زنده نمیگذاریم. با کار آمد. تو چی میگویی؟ اما یک چیز رو به شما گفتم اونم اکا این چهار چشمه در حقیقت خانم سلین رو دوست می‌داشته است. اگر چرا گفتنی باشی میدونید که او امتحان شده از راه‌های جهنمی عشق گذشت، یعنی خودش رو برای سودایش فدا کرد. حلالش بود. آفرین بود. ای تو چیکار کردی ها؟ چیکار کردی تو؟ در چشم خانم سلین مرا پس زدی. مرا در نزد خانم سلین سیاه کردی. این چهار چشمه را باشد قهرمان کردی. تفو خدا زند تو را. اکا در داخل از بالای تو شکایت نکند گفته، یعنی گپ زنم گفته. خاموش! خاموش! خاموش شو ابله! مگر من آدمی بودم که به این حال گرفتار شوم ها؟ آدمی بودم که به این حال گرفتار شوم؟ نه این خیل نمی شود. کنان خواستش را میگیرد. او باشد بازی را ویران میکند. ویران! تو حالا میبینی خانم سلین؟ میبینی تو؟ مرا این خیل نگاه نکن! نگاه نکن! بخیر است برادرم. بخیر است دوللا بخیر. کمتر به تو درس عبرت میدیم. وای از اینجا گم شوید. باز دخانه بینیتون را نشکنم. آدم راست گفته است یعنی. این داملایی ساخته است. مگر این خیل داملا میشود افتش رو می. تو چی ها گفته ایستاده ای؟ احمق. دولت این مرد بعد از این دیگر هیچ به اینجا نمیاد. شما هیچ خواتین میشن. آخه برادر من نمیفهمم. تو حالا اینقدر آدم را بیهوده جمع کرده ای. این دامولای ساخته است ساخته. او هیچ کس را گوش نمیکند و او هیچ کس هم گپ زدن نمیتواند. شما چی میگی؟ او را هیچ کس قانع کردن نمیتواند. حالا میبینی. حالا میبینی که او را چه خانه میکنند. در حاضر میبینی. کنی هجوم کنید. بسم الله. من خیلی استاد اول از کجا پیدا شد؟ کنی بگو تو رو کی روان کرد با کی کار میکنی؟ خدا داملا قسم میخورم که شخصی ما رو فرماند و نامشو نگفت. خدا زند قسم میخورم با خدا که رو از اینجا. آی برادرم تو مگر دیوانه هستی؟ ای مگر برای ترساندن این آدم معرفیت چی لازم بود؟ تو دیوانه هستی مگر؟ در دین ما این راست نمی آید. آی در کجای؟ ای استاد خوب هستی؟ خوبم. این پرنالاتو کی بودن دامولو؟ من از کجا دانم؟ انا در آنجاست. انی قان دامولای دیوانه کرده است. انی قوقت است. رفته. دامولای دیوانه این کاری
ماشین مرده کشک زن. نه ماشین مرده کشک رو زن. اون مرده باشه؟ اکی خلیل چیکار میکنی؟ بیا با بیمار خانه برایمش. بردار کلی همه کشک. گیری گوشش بردار. لابزور در کجای در حال وا خوردنمون لازم در حال مایلش میایم بگو در کجا با میخویم مایلش اپا التیما زودتر رو بر. اپا کالتاکی لوسی ما خودش رو ایمام گرفته دختر این خانه را زیر دست کرده است. وای وای اپا جان ما رو نبیند که باز لطکوب میکنه. بیا به حجره من رویم بیا. اوه و تو حلال بود کالتاکی لوس. آفرین وای 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 وای. بذار اپا جان خانه فکرانه من اینجاست مرام. اپای جمیله امشب در اینجا خواب کن بعد پگاه همراه کالتاکیلوس یکون خانه خوب میرویم تا. سلامت باش دودرکم. تو به کالتاکیلوس زنگ زن که بیاید. به خدا که بسیار یادش کردم. اپا جان گفتم که تو من گپ نزنم نمیشود. تو اینجا نشسته استراحت بکن من پگاه حل میکنم. خوب میلش. مرحمت بشید. مرحمت خانم. تشکر مرحمت. تشکر آخر خانم زورو اینقدر خواطر نشوید اینجا مکان بی خطر است راحت باشید داملازی من به شما یک چیز رو گویم اون آدم تا دمی که رسمی ساخته دیگر کس رو نشانه دهد من راه بوده نمیتوانم حالم رو ببینید با داملای ساخته ازدواجی ساخته کردم حامله داری ساخته باز علاوه بر این از خفای رسمی ساختم هستم و فکر شما مرا از برای ساخته کاریم حبس نمیکنه خانم زهرا آرام باشید هیچ کس شما رو از روی ساختکاریتان به حبس نمیکشه رسمم چی میشود یعنی رسمی که از طرف شاهدان گفته و تصویر کرده شده است شما خواطر نباشید از رسمی میگفته او چیزی نمیشود آخر در شبیه شما رو چقدر دیده توانسته است که هر چیزی رو زند به خوبی فهمانده نمیتواند فهمیدید اما شاهدی که من یافتم رس و پوره و اشکارا میفهماند چی خیل یعنی اشکار مثلا چی خیل میفهماند مرا چه خیر میفهمونه یعنی هر به هر بلند انا چه خیر بیم این طور و اون طور با یکون چیز مانندی نداشته یکون چیز رو میفهمونه گرد ندار مگر من انم خیل بیزی بسم مگر این خیل میشود یعنی شما یکی از زیباترین زنهای دیده من میباشید خواهش میکنم دو کس رو دیدم یک تاش دستش بسته بود دیگرش یک زن بود زن رو خوب دیدم مکرته کمتر قدش پست سبزی نه مویش زرد مویش حقیقی نیست رنگ کرده است چشمونش سوراخدار و بسیار پهن بود ایباد حالا هم رسمش تیار نشده است سردارم کمتر پس در میزتو میشود گفتم اونم شاهدی نوامد خیلی خوب با همین واسطه در بین دو رسم مقایسه میکنیم مایل سردارم در خوش طرف راستش یک اشاره هست حلالت بوده تمامی تفصیلاتش رو میدانه آقا من چیزی رو که میبینم 1000 سال هم گذرد فراموش نمیکنم حتی تو کوچکترین جزئیاتش جون در کجایی از خواطری تو قریب دلم کفید یعنی در عین زمان همه گم شده ایستاده است چرا خواطر شده یگون چیز شد زورا جون برای خواطر شدن باید یگون حادثه شود نه جانم یگون حادثه نشده است عزیزم تو خوب هستی من خوبم چرا پرسیدی خوبم نه آخر چی دونم کیم چقدر عجیب گپ میزنه نه جانم چی عجایب شود من باز یوگشت بزرگ دارم با داملاز یوگشت بزرگ داری بله خفا نشو لیکن با خودو کیم چخیل گپ زده ایستاده ای اوه سیلین خیر میلش میبوسمت بای 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 سیلین
منظور رو حرکت های گوناگون نکنید باز هم دقت رو جلب کرده ایستاده از این گرفته میشه من که بدنم معلوم ای ایستو سردارم یعنی بیا یگان جای شکایت کردنش نیست یک خیریتی بود می آوردی تشکر به تو سردارم لبه آن صورتی در طرف چپ بودش رو با یک کس مانند کرده ایستادم مانند اما یعنی بودن اون ناممکن است حتی تصور کردنش ناممکن است رفیق سردارم این به زهرای ما مانندی دارد ها؟ بله در دنیا هر انسان دوگانی که خود رو دارد و این دوگانی که زهرا است سردارم بله خدایا توبه زهرا در این کوچه تاریک چی کار میکنی؟ چی؟ مانند است ها؟ وای تو اون آدم رو اکنون زنگ زده بپرس که رسم رو چی کار کرده است رفته فهمونده است فهمیدن که در اون رسم من هستم مگر تو خواطر نیستی آخر یگان جای خواطری ندارد من خواطر نیستم اگر چیزی میبود یزنه اونالتان کیها زنگ میزد یعنی اگر در دوام یک دو ساعت زنگ زند فهمید که چیزی هست زنگ نزند پس یگان چیز نیست تو دائما همین خیلی هستی چی خیلی؟ خنک نظر معلوم من باید با مسجد روم خیزی میشوم شما خانه روید من بعد میایم پیش خدمت حساب را بیارید بایده شوز السلام اسماعیل السلام علیکم خوب هستی؟ خوش آمدید مرحمت تشکر اسماعیل من با ثبتای دین شب کرده کامره ها نظر کردم میتوانم با دکان ما در آمدنی شدن باز به شرف ها قلف ها رو هم کشادنی شدن مایل شکر نگاه میکنیم وای به شرف های اگر با پلیس خبر دید رویشان نمایان است با پلیس خبر داده چی هم میشود رویشان نمایان نیست دیدید ماشین را میدزدند کیست بسیار دزد ماهر بوده است درها را آزادانه گشاد خیلی عجیب زود به پلیس خبر میدیم روی آنها خوب نمایان است سلام علیکم السلام علیکم بابویشو استاد هاجری بپرس استاد سرم را یک سوال بسیار پریشان کرد پرسم البته که پریشان نکند بپرس استاد معنی سر یک آدم رو به دیگر آدم انتقال داده میشده است مگر این کار جایز است انا یا بوگی استاد منم میگویند که در روز محشر زبانمون خاموش ایستاده تمام اعضای بدنمون به گپ میدارد معنی سر دو آدم آمیخته نمیشود نمیشود اجری سرم خدا همه چی رو میبیند مگر در چیزهایی که خدا میبیند آمیختگی میشود خیر استاد دل یک آدم رو بعد وفاتش به دیگر کس میچسبانند آنگاه چی میشود چی خیلی یعنی فرض میکنیم استاد یک انسان وفات میکنه دلش رو به دیگر انسان میچسبانند و این آدم زنده با دل آن آدمی وفات کرده گناه میکنه آیا گناه این آدم به آن آدمی که مرده است میگذرد یا نمیگذرد پس معلوم میشود که هجری قرض بدنمون رو در این دنیا نگذاشتن با چی خیلی آدم ها نگذاریم استاد؟ یعنی چی با آدمان کلاغاوسی بیفا یعنی با آدمان بد گفتنی بودم هجری فهمیدم استاد خیر استاد با صاحب معنی سر گناه نوشته میشود نمیشود چرا چون که گناه میکند بدن از همین سبب ما باید سرمان رو خوب نگاه داریم زیبا نگاه داریم یعنی سرمان بسیار مهم است سر مهم است هجری فهمیدم استاد سر یعنی سر بسیار مهم است نه نمیخیل نویس خدا از شما راضی باشه خیر خدا از تو هم راضی باشد دوملا بخشش زیاد دوملا 2 دقیقه وقت داری شوکت مناسبت من و تو علاقه با آخر رسیده است تو چرا نمیفهمی با چشمم ننمون اما بسیار مسئله مهم است برادر چیزی نباشد برادر من دیگر با تو گپ ندارم فهمیدی تمام شد
عشقی کفیدم آخر تو در کجا میگردی خدایا توبه با کلتکلوز گپ زدی апа ҷон имрӯз камтар асабонӣ буд гап задан натавонистам аммо ту хавотир нашав ман паго ҳал мекунам ахмақ маро гӯш кун агар маро овора карда ягон фикри дигар дошта бошӣ балоятро мебинӣ апа ҷон астағфирулло чӣ алоқа дорад гуфтам ку паго ҳал мекунам саломат бош ана ҳамин хел сару рӯятро ба тартиб дароро як ба сайру гашт равем инҷо ба дилам зад охир ба чашм апа ҷон галстук марост кунам ман омадам хуш омадӣ апай ҳале خوش آمدی بخیر است در این نیمی شب آمدی ҳе бубу ҷон он алмаро асабонӣ кард مگر باز جنگ کردید چی не ҷанг накардему расми он зан баромадааст унал аз паси он зани бо калта келос буда шуд баромадааст бароварданд аз зуҳро аз ҳама хандовараш медонӣ чист чӣ ду шоҳид будааст ҳар дуяшон ду расмои гуногунро тасвир карданд яке аз ин расмо хайр бад аз байни он расмо аст яке аз занҳояш ба ду монандӣ доштааст خیر ба зуҳро монандӣ доштааст чаро ба зуҳро монанд шавад унал девона шудааст охир фикр кунед гӯё ки зуҳро калтакелосро аз тарабхона гурезондааст خدا عمرت را دراز گرداند دخترم در این نیمی شب مرا بسیار خنداندی ҳай асабҳоям вайрон шуданд зуҳро фикр кун ту калтакелосро гурезондаи ту язнам ҳоло он расмро ҷустуҷӯ доштааст маро пурсупос мекунад сафсата нагӯ зуҳро чаро туро пурсупус кунад он зани дар расми дигар бошад дар қайдҳо будааст ӯро ҷустуҷӯ доранд нахшурак дабиё нахуди ҷомадагӣ дабиё нахуд дабиё шом бахайр севалҷон монда набошӣ шом бахайр ту ҳам монда набошӣ на худи ҷӯшомада чӣ хел ба савдо рафта истодааст бисёр хуб ба савдо рафтааст муштариён ҳамқа бисёр шудаанд ки бисёр хуб албатта ки хуб гуфтамона агар ин хел давом диҳам ба наздикии муштариёнам боз ҳам зиёд мешаванд ина шаб медиди севалҷон дар назди арабаам селаи мардум буд бовар мекунӣ иншолло чашм намерасад омин 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 биё чой бинӯш ман бояд ба кор баргардаму аммо ман ба ту як чӣ гирифтам як тӯҳфаи хурдакак ман гир азизам ин чист дина шаб савдои хуб шуд ба пулён гуфтам барои ту як тӯҳфаи хурдакак гирам гир азизам лозим набуд чаро заҳмат кашидӣ ҳеҷ гап надорад азизам хоҳиш мекунам бисёр зебо медонистам ки писандат меояд ман табъи завқитро хуб медонам намек ин ҷавоҳирот бисёр қимат аст инро чӣ хел гирифтӣ охир корҳо бисёр хуб рафта истодаам имшабам бошад бисёр хуб мешавад дилам хост ки ба ту тӯҳфа гирам ман акун равам муштариён маро интизоранд ба ту барори кор ман равам майлаш азизам ҷигар та бихӯрам майли ман рафтам нахчурак дабиё нахду ҷӯшомадагӣ дабиё намек лаббай азизам ташаккури зиёд намеарзад азизам барори кор ташаккур азизам нахудшурак дабиё нахуди ҷӯшомадагӣ дабиё ё нахуд дабиё бача кани бина бача охириш мудер кардест ин рости ба тӯҳфаи бисёр ҳам қимат монанд аст инро чӣ хел гирифтааст апа шуниди дина шаб корҳояш бисёр хуб шудааст барои ҳамин гирифтааст гӯш кун ман ба ту як чиз гӯям дар ин ҷо чӣ гапе ҳаст ҳоло мебинӣ ошкор мешавад апа ин хел нагӯеде охир ӯ бо номусаш бо арақи ҷабинаш кор карда пули ба даст овардааст чаро фикри бад мекунӣ агар бетул мешуд ин хел рафтор намекардед севалҷон ман апаи ту ҳаст ба ин одам бовар накун мегӯям баъд охир бисёр гиря мекунӣ ин хел нест акнун роҳат шудед хонум то даме ки ту аз ҳаёти ман баромада наравӣ ман роҳатро намебинам фаҳмидӣ камтари дигар мон сабр кунед аз ман халос мешавед охир магар ба ман як моҳ вақт надода будед албатта вақт дода будам пурра шудани он як моҳро интизор хуб майлаш лабай бетун ака мӯйзанаке ки ба ман дода будӣ наёфта истодам мабодо дар дасти ту набошад
نه اون شب من با تو داده بودم. یا خدای توبه ولی میدونم با من داده بودی اما اون رو نیفته ایستادم. آرام شو جانم در همان جاست. اکا جان من اون رو چخیل گم کردم سالهاست تو اون رو پنهان کردی مگر چخیل میشود که من اون رو گم کنم. یافتم اکا یافتم بسیار خرسند شدم لیکن آخر جزدانم رو چنان گفتم که آرام شو گفتم که در همان جاست. بعضا نمیخیل میشود در پیش چشمت است اما اون رو دیده نمیتوانی. اما خموتیر نشو جوینده یابنده است. اکا من گمش کرده گفته بسیار ترسیدم تمام تا بازدید اکا جان شب خیر. مایش خیر من بناموزم. یک چیز پرسم لابا بیتل چی را گم کرده است یافته است؟ مویزه نکش رو تو بازدید. این را جستجو داشتید؟ خانم زهرا در حقیقت بسیار سپاسگزارم. نمیارزد خواهش میکنم در ماشین افتید است. قیمت کم تشکر. از دخترتون است؟ نه من آیله دار نیستم لیکن از خودم است. برای من بسیار گران است. بیتول جان با کی گپ زده ایستاده بودی؟ با کی گپ زده ایستاده بودم مادر؟ من یک بیمار دارم. بیمارم پدر دارد با پدری او گپ زدم. اکا جان گفتی ها؟ بیتول مگر اکات رو یافتی و با من نمیگویی؟ چه علاقه دارد مادر؟ به شما گفتم که با کی گپ میزنم با پدری بیمارم. اگر این خیل باشد مگر من به شما نمیگویم؟ البته که با من میگویی ها؟ البته که میگویم. یعنی البته چون تو اکا جان گفتی من این خیل گمان کردم بیتول جان. نه چه خیلی که گفتم اکای بیمارم. نه پدرش مانندی اکام هست. من امروز بسیار مونده شدم. به حجرم رفته لباسایم را پوشیدم. خیر مادر جان. من دستایم را شسته به کمکت میآیم. مایلش جان. آی اپا جان خاموش شو. مرا خدا زند که تو رو بردم. اپا جان خاموش شو. کلتکیلاس نگو. کلتکیلاس نگو اپا جان. اپا جان با من نگاه بکن با من. اپا جان کلتکیلاس نگو. دامولوزیا بگو. دامولوزیا. اپا جان از برای خدا التماس خاموش شد در زبان مرو. خبکر زنوب بگی اپا. اپا جان سحر او رو میبینی. بیا به خانه درو التماس. بیا به خانه درو سحر میبینی. اپا جان التماس ساعت 12 شد مردم خوبه. بدرو خوب کن و پس سر گرم بزنی. من درو کنیم. ای شد درو. آی شوکت چی گپ است؟ چی داد و فخون داری؟ همه را بیدار کردی. چی گپ است؟ من داد نزدم. گپ ندارم برادر. مگر اوضاع من همه قدر بلند است. وضعیت بسیار بد است برادر. شوکت وضعیت رو نشان میدیم. کدام وقتی که یگان چیز گویم مثلا بلا میشوی. برادر این مراسم ما رو گوش کن. خاموش شو شوکت خاموش. بغیر از بلا دیگر مثلا هیچ چیز نمیاری. با خدا که این مراسم برادر من یگان گناه نکردم. کلتکیلاس مگر از اپای جمیلت میگویی که اینجا بیا؟ اپای جمیله؟ برادر خبر داری؟ سقراط هیکلی که سالهای دراز از قفایش بود ربوده است. اکا این ناممکن است. آن آثارخانه بسیار خوب حفظ کرده می شود. اما برای کلتکیلاس یگان مشکلی نیست. کلتکیلاس؟ سقراط هیکل را با واسطه کلتکیلاس سازی کرده است. همه همین خیل میگویند. سقراط هیچگاه پیشمو نمیخورد. اکنون در برش کلتکیلاس است. کلتکیلاس یک را دامولوزیا ها وای با همین واسطه با این قصد خودت را داخل کردی ها؟ آی تو هوشیار دامولوزیا این چی است؟ این چی است؟ این چی لباس است ها؟ تو چی در جنت زندگی داری؟ ما باشیم جایی خواب نداریم به وفات تو یا پای جمیله تو از کجا برآمدی؟ تو این رو از من میپرسی؟ به جای این مگر خوش آمدی نمیگویی پای جمیله؟ نه یعنی البته که خوش آمدی. من چون ناگهان دیدم در حیرت افتادم. ای بسیار یاد کردم بیاد کنی تو رو یک آغوش گیرم کلتکیلاس بیا
اپای جمیله خفه نشو و در اینجا موندن نمیتوانی. اما من وعده میدیم که با تو جای تامین میکنم. وعده میدیم، یعنی این کار رو حل میکنم. تو این دختری بوی رو از کجا یافتی؟ او رو فریب کردی ها؟ باز من پرسیده ایستادم چون کلتا کلاس خواهد همه را فریب کرده میتواند همین خیلی نیه؟ نه اپا جان این کار خیلی نیست. اپا جان که باز کمتر پس گردن کلتا کلاس هم نگو التماس. شمش رو میدونم فهمیدم. شوکت زبانت رو میبرم احمد. بسیار عیب است عیب. تو اکنون دملوزیو هستی کمتر و خیر به گپویت اهمیت میدی ها؟ کنه تو با من بیو. خفه نشو و این چی گپ هست؟ خفه نشو. شوکت این شب رو اینجا گذراند. پگاه سحری اپای جمیله رو گرفته و برای این کار رو حل بکن که قسم با خدا و با کتابم تو را نابود میکنم. چخیل حل کنم ای؟ حل بکن. گپ نیست برادر. اپا جان من با مسجد میروم. مالش تا بازدید. پر شوکت. خدا قبول کنه برادر. این با کجا رفت؟ با مسجد میرود وقتی نماز شد. از راستی به مسجد رفت؟ البته 5 وقت نماز میخوند. بیا رفتیم. نرس به من. بیا اپا بدرون درویم گرگ نکن. سرم درد دارد سرم. اپا جان مرحمت کرده دارید. یک داروی سیترامون میتیم ساز میشه. رحمت برادر. سلامت باش. خدا برکت چه. تشکر زیاد برادر. خوش آمدید. بچه‌ها خزت میرویم. خوش آمدید. آش آمد. خوش آمدید. این نمک تیلاق با کدام رو با من زنگ میزند حد شرف. اکا اگر خواهی من او رو رفتن خوب لطو کوب کنم دیگر به شما زنگ نزنم. انا اکنون به من زنگ زده ایستاده است. لبای نمیک. در کجایید؟ در جایمون. فهما با اکای کانونی خبری مهم را گفتن میخوام. زود گوشک را با اوده. اکا نمیک شما رو میپرسد. بسیار مسئله مهم است میگوید. گپ زدن میخواهید؟ با این تلفن زنگ میزند. اینا؟ خب. اکنون شد؟ شد اکا. پت دارد موجش گم شد چی؟ الو اکای کانون خاموش کرد. این خیلی نمیشود این خبر رو چخیل به او رسانم. حتما رفته این رو با او میگویم. حاضر عربا چه رو ندادم با استاد بپرس اجری. استاد یک سوال دارم. اجری سوال دارم نگو. من خودم به همین هم از آمدنت میفهمم که سوال داری یا نه. حتی من تو رو راست همچین سوال میبینم. استاد گپتون تمام شده باشد پرسم. این رو بین باز گپ میزن. بپرس اجری تمام شد. استاد انا اگر یک رفیقم روزدار باشد و فراموش کرده یگان چیز خورد من باشم او رو آگاه نکنم روزای من بیرون میشود. چی خیلی یعنی؟ استاد روزای من میشکنه. پسرم رفیقت فراموش کرده خورده است. با تو چی میشه؟ نمیدونم استاد. آخر هجری من همین رو نفهمیدم. تو فراموش نکرده یا اون کس فراموش کرده است؟ با تو چی میشه؟ اما من میدونم که او فراموش کرده است. هجری تو مگر یگون بار فراموش کرده یگون چیز خورده ای؟ نه استاد. هنگام خوردن روزدار بودنت رو با یاد آوردی؟ نه. یگون چیز خوردی مگر؟ نه. آن وقت روزدار بودی؟ نه. هجری پس از فراموش کردن برادرت از خوردنش هم تو مسئول نمیشوی. روزای هر دوتون هم ویران نمیشود. همین خیلگوی دوستان فهمیدم. خدا از شما راضی باشد استاد. تو چی رو فهمیدی؟ در آخر سر ما رو هم بسیار مخته کردی. اکای کانون نازی سولی تینجی سلامتی سوزای. اکای کانون تایلاق تو در اینجا چی میکنی؟ بیرم از اینجا. اکا کاتاکلاس رو یافتم. چی؟ با فرمان سقراط او هیکل رو از آسرخانه دزدیده است. و شما زنگ زدم شما جواب ندادید. مجبور شدم عربام رو پرتویم بعد از شما دویده بیایم. خیر من رفتم باز عربام رو ندادم. مالش خیر مالش. و این چی گفت؟
تو کیستی؟ من صاحبین قصر هستم. شما کیستید؟ من اپای داملوزیو هستم. چی؟ من نامی من جمیله است. خانم مرحمت. تشکر. من نمیدانستم که داملوزیو اپایی دارد. شاد شدم. من اکرم. من هم بسیار شاد شدم. گفته بودم که جمیله هستم. شما یعنی حالا خسوری داملوزیو میشوید؟ نه این خیلی نه. زهرا دخترم نیست، نبیرم است. چی؟ بیایید مونده. ای والله و بالله که باور نمی کنم. شما خیلی جوان می نمایید. ای شما نباید بابا باشه. شیر برای نسید ماشالله. تشکر برای توجهتون. در پدر مالا بیادوری رنگی اجینه یک وقت اینجا یک وقت اینجا. آقای اکرم مرا ببخشید. در حقیقت از شما عذر میخوام اولیا حضرت. اپای جمیله یک اپای کونه ماست. امشب در حجره من مهمان شده بود. من گفتم به هر کجا نبرو که اینجا برآمدن ممکن نیست. بخشش که شما را غم داده است. بسیار عیب شو کرد. بسیار عیب. اپای داملوزیو چی؟ در حجره تو میماند ها؟ کی که اپاش بله اپای داملوزیو خدا بگیره بیرون. شوکت خانم جمیله اکنون مهمان من هستم. در خانه ما میماند. چی مهمان شما است؟ در خانه شما میماند؟ آقای اکرم بسیار خوش هستید. من سوختن خانم را با آقای اکرم فهماندم. بله راست میگه. شوکت با زبانت لال شد. چی گفتن میخوای؟ هرچی میگه راست میگه. خانم جمیله چقدری که خواهند در خانه ما مانده میتوانند. خیش یگانه دامادم را در بیرون نمیگذاریم. آقای اکرم شما بسیار مهربونی. من بعضی اشیاءهایم را باید گیرم. امروز نیو چی پگاه اویم می شود؟ نمی شودش چیز خانم؟ البته که می شود. شوکت برای آوردن جامدانتان کمک میکند. باز یک چیزی دیگر گویم. مرحمت. در اینجا بودنم رو به داملوزیو نگفتم. سورپریز کردن میخواستم. در بینمون پنهانی مانه. من هم مشتاق سورپریز هستم خانم. در بینمون ماند و هیچ کس نمیگوییم. مولا حضرت میگم سازی؟
اگر خواهشم را رد نکنید به شما باغمان را نشان دهم. ای زحمت نشود. خواهش میکنم. مایلش با جون دل. مرحمت. مرحمت. به نزدیکی توی میخوریم. شبقت رود سیاه شد. من این رو به کالتکیلس چی خیلی میفهمم. ابتای جمیل از کجا بر اومدی ها؟ مگر همین وقتی بود که تو پیدا شویه بیرا. سقراط، تو با من کالتکیلس را میدهی. این برای من مسئله حیات و ممات است. مرا گوش کن کنعانی دیوانه. تو را دوست داشتنم را میدانی. به حسیات و غضبت احترام میگذارم، اما من اصلا با حسیاتم حرکت نمی کنم. سقراط، گب را تاب نده. با من آشکارا گپ زن. مانند کالتکیلس یک شخصی کار چلان را به تو نمیدیم. من با باز کارهای زیادی را به انجام میرسونم. سقراط فیلسوف چی گفته است میدونی؟ چی گفته است؟ تنها آدمان تنبل نه، شخصانی بسیار قابلیتناک هم راه گم میزنند. در این حیات از همه چیزی بد میدیدگیم راه گم زدن است. از همین سبب با کالتکیلس از این هم دیده کارهای کلان را به انجام رساندن میخواهم. آخرین سخنت همین است؟ عیناً همین. بسیار خوب. نباشد ما با تو بسیار وا میخوریم. هر لحظه تو را انتظارم. درم برایت همیشه گشاده است. خیر بعد میپرسم. خوش آمدی باجم. چکی خواب برم. اوه، متخصصی کالتکیلس سرکمیسرمان تشریف آوردند. جناب خوش آمدید. با خود شادی و سرور آوردید. گوش کن اونال. تا امروز خوب و بد چیزی بود گذشت، اما بس است. تو از برای کالتکیلس عقلت را گم کرده ایستاده ای اونال. زنی که با گناه کالتکیلس شریک است به زورا مانند کرده ای؟ این چی رزالت است؟ نه آقا، مگر این خیرکار می شود؟ یعنی زهرا با او هیچ مانندی ندارد. در اصل چون از اینجا نگریم کمتر مانندی دارد، اما یعنی انسان ها جفت آفریده شدن. میگویند که یعنی کمی مانند. بس از خاموش شو. بس از خاموش شو. من گپم را گفتم، دوامش را تو فکر بکن. لبای سردارم، یک مرد درباره کالتکیلس بسیار خبری مهمه به ما داد. چی خبر؟ هنگام دزدن ماشین کامراها ثبت کردند. دربارش یک زن بوده است. چی؟ یک زن؟ انی او کالتکیلس است. اون ثبت را گرفت، من در حال می آیم. اطاعت سردارم. چی شد؟ با اجازت شما من باید زود روم. کار تجلی است. نه، یک دقیقه با کجا میروی؟ نه.
ژورنالیستو با هیچ کجا نمیروی. تو چیکار کرده ایستادی؟ چی شد حاله؟ با هیچ کجا نمیروی اونا. آخر عشقم، حیاتم، یکتایم. چون تمام امیدم از دست رفت، این سب به میان اومد. من باید کی بودن اون زن رو بفهمم. از روی اون زن من باید کلتکلات رو دستگیر کنم. میفهمی؟ حالا هم باورم نمیاد. حالا هم کلتکلاس میگویی مرا دیوانه میکنی. آخه رفتنی تو چی لازم است؟ پلیسای زیر امری تو بوده رفته اون سبت رو گرفته میتوانند. تو چرا میروی؟ زنک جانم، عزیزم، آن سبت رو باید من بینم. آن زن رو باید من یابم. اگر اون زن رو یابم کلتکلات رو دستگیر میکنم. میفهمی؟ حاله بگذار رود. انشالله که بخیر است. لابای زهرا کلتکلاس به من کمک کن. چی شد؟ در جایی که تو ماشین رو دزدیدی کامیره ها یک دکون مرا ثبت کرده است. حالا باشد پلیس با گرفتن اون سبت و به اونجا رفته ایستاده است یا نه؟ من تمام محو شدم. چی کار میکنیم؟ تمام زهرا لطفاً کمتر آرام باش. همش رو میفهمند. مرا حبس میکنن با بایم نابود میشود. زهرا گوش کن، آرام شو میگویم. هیچ چیز نمیشود. فهمیدی؟ تو رو با دست اونها نمیدیم، با تو بعدا میدیم. آرام شو. یزنم هم به مزی ماشین نشفته ایستاده. زهرا هر کار کرده اونا رو مشغول بکن. با من کمتر وقت لازم است. فهمیدین؟ چی کنم؟ یگان کار کرده او رو مشغول بکن. مایلش من اومده ایستادم. کلتکلاس همش را به خاطر دارم.